زن که هست بیعقل است، ناقص العقل است. چه نمی‌فهم. معلومه که زن عقل نداره. اگر عقل داشت که حیوان مثل تو رو در دنیا نمی آورد. اگر عقل داشت که اولاد حیوان تو رو به دنیا نمی آورد. اگر عقل داشت که با حیوان مثل تو در یک خانه زندگی نمی کرد. اما یک مسئله جدایه، مگر ما همه ما نمیدانیم که طالبان نه تنها زن ستیز بلکه انسان ستیزه. همه ما میدانیم که طالبان همون طالبان 20 سال قبل، خر همون خره که حتی پالانش هم تغییر نکرده. ما همه اینا رو میدانیم، اما بازم اکثر هموطنهای از ما طرفدار از اینایا. اینطوریه که حتی اگر سرب داغم روی سرشان بریزه، فکر نکنید که علیه اینا بخزن و قیام کنن. حالا از هر تکنیکی که میخواد جهل و نادانی باشه، بی سوادی باشه، زن ستیزی باشه، اینا رگ خواب هموطنهای ما رو پیدا کردن و میدونه چطوری و چه کار کنن با اونا که اونا دلی نخوان ضد اینا حرف بزنن.